سفید. مردی بود یه پسر داشت که اسمش گرگین بود. خیلی این پسر رو دوست داشت، اما وقتی که بچهش خیلی کوچک بود مادر پسر عمرش رو داد به شما. 1 سال از مرگ این زن گذشت. پدر گرگین یک زن دیگه گرفت. این زن سر 9 ماه یک پسر زایید و گرگین هم صاحب یک نابرادری شد. از روزی که این پسر پا به دنیا گذاشت و بعد هم پا توی سن گذاشت، این زن توی اون خونه جای خودش رو وا کرد و ریشه دووند. بنا کرد پاپای گرگین شدن و اونو اذیت کردن. بیشتر اوقات تلخی‌هاش هم سر این بود که هرچی گرگین خوشقد و بالا و قشنگ و سرخ و سفید بود، پسر این به عکس به زمین چسبیده، کوتاه و زشت و زرد و ضعیف بود. باری گرگین توی این خونه درست حال و روز یه خونه شاگرد رو پیدا کرده بود. تمام زحمت و کار خونه و بیرون به گردش بود. خوراکش هم نون خشک کپک زده، پوشاکش هم رخت پاره بود. باباش هم دهن اینو نداشت که به زنش بگه این بچه منه، اینقدر اذیتش نکن. زن کار رو به جایی رسوند که گرگین بیچاره رو مجبور کرد به جای چوپون گله گاو و گوسفند و هر روز صبح زود به صحرا ببره و شب برگردونه و دیگه تو اتاقم نیاد، همونجا تو طویله باشه، بخوابه و مواظب گاوها و گوسفندا و الاغا باشه. به پسر خودش هم گفته بود که تو دیگه شأنت نیست با گرگین حرف بزنی، نمیخواد دیگه بهش محل بذاری. گرگین این کارها رو میدید و این حرفها رو میشنید و از بی‌غیرتی باباش تعجب میکرد. یه روز تو صحرا نزدیک ظهر گرگین گرسنه شد. دست کرد از تو انبان نونش اونو در بیاره و بخوره. دید نون از بس مونده، خشک شده، درست مثل سنگ. هرچی تو دهن زیر دندونش اینور و اونور انداخت، دید نه، به این زودی‌ها این نون خیس نمیخوره. تکه نونو از دهنش در آورد و انداخت تو صحرا و نشست به فکر کردن. توی این گله یه گاوی بود، بهش میگفتن گاو پیشونی سفید. این گاو گرگین رو خیلی دوست داشت. وقتی دید که پسر توی فکر، صدایی کرد و اومد جلوی گرگین. به زبان آدمیزاد ازش پرسید ای گرگین، به چی فکر میکنی؟ گرگین گفت به روزگار سیاه خودم. گفت مگه چطور شده؟ گرگین شرح حالش رو از سیر تا پیاز برای گاو پیشون سفید تعریف کرد. گاو گفت قصه نخور، دنیا 2 روزه، اینطور نمیمونه. حالا کاری که میکنی پاشو شاخهای منو خوب بشور و بعد از اینکه پاک و پاکیزه شد لبتو بذار به شاخ راستم، هر چی دلت میخواد عسل بمک و از شاخ چپم کره. گرگین گفت خیلی خوب و همین کارو کرد. عسل و کره ای از شاخ گاو خورد که هیچ جا ندیده بود و وقتی که سیر شد گاو گفت هر وقت گرسنه شدی همین کارو بکن، اما شرطش اینه که این مطلب رو به کسی بروز ندی، برای اینکه اگه کسی بفهمه جون تو و سر من به باد میره. گرگین دیگه نونش تو روغن بود. هر روز که گشنش میشد لب میذاشت به شاخ چپ و راست گاو. عسل و کره میخورد. از خوردن کره و عسل صورتی به هم زده بود، سرخ و سفید مثل برف و خون. زن بابا تعجب میکرد که گرگین با وجود زحمت طویله و کار صحرا و خوراک نون خشک چرا صورتش مثل سیب سرخه، ولی پسر خودش با اینکه دست به هیچ کاری نمیزنه و چرب و شیرین میخوره صورتش مثل لیموی باد زده است.
از این فکر و قصه نزدیک بود که دق کنه. آخر فکرش به اینجا رسید که شاید تو صحرا خبریه، کسی هست که به این کمک میکنه و لقمه‌ای بهش میرسونه. یه روز به پسرش گفت تو امروز همراه گرگین برو به صحرا، ببین چی کار میکنه و وقت ظهر چی میخوره. سفره مفصلی بست و داد به پسرش. اینا با هم اومدن صحرا. ظهر شد. پسره به گرگین گفت نهار نمیخوری؟ گرگین گفت نه، من میل ندارم، تو میخوای بخوری بخور، کاری به کار من نداشته باش. پسر نهارشو خورد و سفره رو جمع کرد و هوش و حواسشو جمع کرد ببینه گرگین چی میخوره. یه ساعتی که گذشت دید گرگین رفت وسط گله و یه گاوی رو پیدا کرد و شاخشو شست و بنا کرد شاخهای این رو مکیدن. شب که به خونه برگشتن پسر تفصیل رو به مادرش گفت. مادر گفت حالا که اینطوره باز هم فردا همراهش برو، اگه دیدی اون نهار نخورد تو هم نخور و هر کاری که اون کرد تو هم همون کارو بکن، تو هم برو شاخ گاو رو بمک. پسر گفت خیلی خوب. باری روز بعد باز این پسر همراه گرگین راه افتاد. اومد صحرا. ظهر که شد گفت نهار نمیخوری؟ گرگین گفت نه، تو بخور، کاری به کار من نداشته باش. اینم نهار نخورد تا وقتی دید که گرگین مثل روز پیش رفت شاخهای گاو رو شست. بعد هم بنا کرد به مکیدن. گرگین که خوب مکید و سیر شد و رفت سر جوب آب بخوره، پسر اومد به طرف گاو که این هم از شاخش بمکه که گاو یه لگد قایم زد بهش و پرتش کرد وسط صحرا. پسر زود بلند شد و هیچ به روی خودش نیاورد تا شب که اومد به خونه. از سیر تا پیاز برای مادرش کار روز رو تعریف کرد. مادر فهمید که هرچه هست و نیست از گاوه. رفت تو نخ گاو و گرگین. یه شب که گرگین گشنش شد رفت تو طویله عسل بخوره. زن پدر هم دنبالش رفت و همین که اومد لب به شاخ گاو بذاره مچشو گرفت که چی کار میکنی؟ گفت هیچی، سر گاو میجورم. گفت خیلی خوب، به حال گاو دلسوزی میکنی؟ نشونت میدم. اینو گفت و رفت تو اتاق و لحاف و سر کشید و خودشو زد به ناخوشی. از اون طرف هم برای حکیم باشی محله پیغام داد وقتی تو رو آوردن بالای سر من بگو درمون این گوشت گاو پیشونی سفیده. تنگ غروب تو بازار شهر برای پدر گرگین خبر بردن که چه نشسته ای، حال زنت به هم خورده و افتاده تو رخت خواب و نالش به آسمون بلنده. مردک دست پاچه شد. شبونه فرستاد عقب حکیم. حکیمم گفت این بد ناخوشی داره و باید دل و جیگر گاو پیشونی سفید رو کباب کنن بهش بدن بخوره. گفت بسیار خوب، فردا صبح سر گاو پیشونی سفید رو میبریم، گوشتشو خودمون میخوریم، دل و جیگرش هم میدیم این بخوره. گرگین وقتی اینو شنید از قصه از حال رفت، مثل اینکه غم دنیا رو سنگ کردند و به دل این گذاشتن. بعد 1 ساعت که حالش یه خورده به جا اومد پا شد رفت تو طویله که هم با گاو دیدار به قیامت بگه و هم برای دفعه آخر یه کره و عسلی بخوره. اما همین که وارد طویله شد بغضش ترکید و مثل ابر بهار بنا کرد زار زدن. گاوه گفت چرا گریه میکنی؟ گفت چرا گریه نکنم؟ برای اینکه فردا تو رو میکشن و من نمیتونم جای تو رو خالی ببینم. پرسید چطور منو میکشن؟ تفسیر رو براش نقل کرد. گاو گفت گریه نکن، منو نمیتونم بکشن، فقط کاری که تو میکنی وقتی که بهت میگم برو طناب بیار، یه طناب پوسیده بیار که دست و پای منو با اون ببندن و یه کپه خاکسترم دم باغچه اونجایی که میخوان سر منو ببرن بریز و تا دیدی من از زمین بلند شدم بپر روی گرده منو، قرص دو شاخ منو با دست بگیر و دیگه کارت نباشه. گرگین گفت خیلی خوب.
صبح اهل خونه از خواب پا شدن. پدر گرگین رو بهش کرد و گفت برو طناب بیار. او هم اومد از توی طویله یه طناب پوسیده آورد. یه عالم خاکسترم ریخت کنار باغچه. بعدش به گرگین گفت تا من کار رو تیز میکنم تو برادرت کمک کنین دست و پای گاو رو ببندید. گرگین و برادرش دست و پای گاو رو بستن و انداختنش روی زمین دم خاکسترها. پدر گرگین کارد رو تیز کرد اومد به سراغ گاو. همین که دستش رو بلند کرد که کارد رو به گلوی گاو برسونه، گاوه یه تکونی به خودش داد و طناب پوسیده رو پاره کرد و 4 دست و پا خاکسترها رفت و گردش رو به هوا و به چشمهای اونهایی که دورش بودن کرد. گرگین هم فوری پرید پشت گاو، از در خونه اومد بیرون، مثل باد خودش رو رسوند به صحرا و کنار نیزار. اونجا گرگین رو گذاشت زمین و گفت یه دونه از این نیها خوبش رو بگیر و یه نی 7 بند درست کن، برای اینکه من تو رو میبرم کنار این جنگل میذارم و خودم میرم. اون وقت هر وقت تو کارت گره خورد یا گرسنه شدی این نی رو میزنی، من حاضر میشم، هر کاری داشته باشی برات میکنم. گاوه رفت. گرگین هم اونجا موند. روزی یه دفعه نی میزد. گاوه میومد عسل و کره به این میداد و میرفت. اما بشنوید از اون جنگل مال پادشاه اون ولایت بود که به دخترش داده بود، برای اینکه دختر هر وقت از گردش توی باغ و بستان خسته بشه بیاد توی این جنگل. 2-3 روزی از اومدن گرگین بیشتر نگذشته بود که یه روز دختر که اسمش روشنک بود برای گردش با یه دسته از دخترای همسال خودش به این جنگل اومد. گرگین که از دور اینها رو دید زود رفت بالای یک درخت. دخترها اومدن نزدیک این درخت، نشاط میکردن، عقب هم میکردن، این طرف و اون طرف میدویدن، قایم موشک بازی میکردن. نمیدونم چطور شد که یه دفعه چشم روشنک به بالای درخت به گرگین خورد. دید به به چه جوونی، چه یلی، چه پهلوونی، هنوز هیکل و صورت به این خوبی ندیده. رنگش پرید، پاش سست شد و از حال رفت و افتاد روی زمین. دخترها خیال کردند که حالش به هم خورده، دورشو گرفتند و مشت و مالش دادن. یه خورده که به حال اومد برش گردوندن به قصر. اما کجا روشنک از فکر گرگین بیرون میرفت. دل داده بود و دل گرفته بود. اما روشنک از بس خوشگل بود، آوازه حسنش تو شهرها پیچیده بود. شاهزاده ها از هر طرف به خواستگاریش می اومدن و پیشکشی ها می آوردند و این هیچ کدوم رو قبول نمی کرد. پدرش هم می گفت فرزند آخرش که چه، روزگاری با یکی باید همسر بشی، هر چه زودتر خونه شوهر بری بهتره. روشنک گفت من هیچ کدوم از اینا رو نمیپسندم. من پام جایی میره که دلم رفته باشه. تا اون روزی که گرگین رو دید. به پدرش گفت در خواب دیدم کسی به من گفت شوهر تو توی جنگل خودتون بالای فلان درخته و من اون رو از تو میخوام. پدرش گفت که جرأت داره پا توی اون جنگل بذاره. گفت من بی خودی خواب نمیبینم. پادشاه فردا 10 تا فراش به نشانی که روشنک داده بود فرستاد تو جنگل. اونها رفتن. باز گرگین تا اونها رو دید رفت بالای درخت. اونها هم یک راست اومدن پای درخت و گفتن ای جوون زود بیا پایین که پادشاه تو رو خواسته. گرگین گفت نمیام. فراش‌ها گفتن نمیای؟ حالا میاریمت پایین. اومدن از درخت بیان بالا که گرگین شروع کرد نی زدن که گاو پیشون سفید پیدا شد. 2-3 تا اینها رو با شاخ زد. اونها هم در رفتن. تفصیل رو به پادشاه گفتن. پادشاه گفت برید غافلگیرش کنید. فراش ها یه شب که این پای درخت خوابیده بود ریختن سرش. اول نیشو از جیبش در آوردن،
بعد هم کشون آوردنش پهلوی پادشاه. پادشاه خیلی خوشش اومد و به دخترش مبارکباد گفت و فرمان عقد و عروسی داد. اما گرگین به پادشاه گفت من به شرطی دختر تو رو میبرم که نی رو به من پس بدی. پادشاه گفت نیش رو پس بدی. نی زد. گاو پیشونی سفید حاضر شد. تفسیر رو به گاو گفت میل دارم که در عروسی و شادی من پدرم هم باشه. گاو رفت و پدر گرگین رو آورد. وقتی اومد عروسی رو راه انداختن. 7 شبانه روز شهر رو آیین بستند. عروس و دوماد رو روی فیل سوار کردند و دور شهر گردوندند. پادشاه هم گرگین رو به فرزندی قبول کرد و چون پسر نداشت جانشین پادشاه شد. از آسمون 4 تا سیب خوشبو به زمین افتاد. یکی برای گرگین، یکی برای روشنک، یکی برای اون که این قصه رو به ما رسوند، یکی هم برای اون که قصه رو تعریف کرد.